وقتی به یک مگس و یا پشه بالهای پروانه را دهی، اون نه زیبا می شود و نه زیبا پرواز می کند. میدانی درباره چی گپ میزنم؟ درباره اصالت. اصالت هر شخص وابسته به شخصیتی اوست. ما بعضا وقت به انسانهای بزرگ کارهای کوچک میدهیم و به انسانهای کوچک کارهای بزرگ میدهیم. رسالت ما انسانها این است که ما باید اصالت را زیبا و درست رعایت کنیم. هر نفر را باید در موقعیت و موضع خودش بهاگذاری کنه. یعنی با کارهای بزرگ دادن انسان کوچک را نمیتوان بزرگ نشان داد و یا برعکس برای افرادی بزرگ نمیتوان کارهای کوچک را نشان داد و او را کوچک نشان داد. به همین خاطر عالم گلستان می شود اگر ما وظیفه های لازمه را به انسان های ضروری بدهیم. یعنی به انسان های بزرگ وظیفه های بزرگ و به انسان های کوچک وظیفه های کوچک. با مرکز خرد بمانید تا بهترین ها را بشنوید.